ریاست شاروالی هرات از کارکردهایش در زمینه رونق شهرداری این ولایت خبر می‌دهد. ناصر آرمل سخنگوی شاروالی هرات میگوید ریاست شاروالی در بخش‌های مختلف خصوصا تنظیف، سرسبزی، پروژه‌های انکشافی و دیگر بخش‌های مختلف خدمات را برای همشهریان و شهروندان هرات ارائه می‌کند. همچنین این ریاست در تنویر شهر، اسفالت جاده‌ها و سرک‌های نواحی شهری همه روزه فعالیت دارد. آقای آرمل میگوید از آغاز سال جاری 401 تقریبا 1 میلیارد و 114 میلیون بودجه عادی و در بخش انکشافی اختصاص داده شده و بابت این سال حدود 54 پروژه انکشافی پلان ریزی شده است و برای این 54 پروژه عامل منفعه حدود 564 میلیون بودجه اختصاص داده شده است. محترم شاروالی طوری که برای همگان معلوم است که اداره خدماتی بوده که در بخش‌های مختلف خصوصا تنظیف، سرسبزی، پروژه‌های انکشافی و همچنان بخش‌های مختلفی از خدماتی برای همشهریان و شهروندان عزیز شهر هرات خدمات ارائه می‌کنند و ریاست شاروالی با علمو پرسونال زحمتکشی که دارن همچنان در تنویر شهر و همچنان خصوصا در بخش انکشافی خصوصا اسفالت جاده‌ها و سرک‌های نواحی شهری همه روزه فعالیت دارند. مرتضی حسنی کارشناس اقتصادی میگوید ریاست شاروالی هرات میتواند از راه‌های مختلف کسب درآمد کند، از جمله زمین‌های دولتی و بازسازی ساختمان‌ها در آنها و نیز ساختن پارک‌های تفریحی دولتی و جمع آوری عواید از آنها میباشد. راه‌های عواید شاروالی چیه؟ اول میگیم شاروالی خودی و رفاه شهروندی جور میکنه، نظم و دیسیپلین شهر در نظر داره و شهرسازی دست شاروالیه. شاروالی میتونه از راه‌های مختلف کسب درآمد کنه، مثلا زمین‌های دولتی که داخل شهر تحت نظر شاروالی میتونه مثلا ساختمان بسازه و بده به کرایه بده. از این یک راه میتونه مثلا پارک‌های تفریحی خودی جور کنه، عواید خودی به دست بیاره. راه مختلفی هست که میتونه شاروالی جور کنه، جدا از مالیات گرفتن، جدا از صفحه گرفتن، راه‌های جدیدی میتونه شاروالی بده. ناصر محمدی یک از شهروندان هرات در مورد کارکرد شاروالی میگوید این ریاست تغییرات زیادی از جمله فعال کردن چراغ‌های ترافیکی، اسفالت جاده‌ها و دیگر خدمات برای شهروندان شهر هرات ارائه کردن و از کارکرد ریاست شاروالی نهایت خرسند است. شاروالی واقعا شاروالی که عملیات مثلا فعالیت میکنه، شاروالی فعالیت میگه واقعا خیلی خدمت میکنه، از جمله چراغ‌های ترافیکی رو فعال کرده، بولوارها مثلا درست کردن و خطایی که روی سړک شامل ترافیک میشه اونا رو درست کردن و یک وقت فعالیت‌هایی کردن که مثلا ما فکر نمی‌کردیم که اینطور فعالیت کنن. یعنی ما خیلی خرسند هستیم، ابراز خرسندی میکنیم. الحمدلله ما راضی هستیم از کارگرای شاروالی کارا با روبرای پنځه خدای. برق سابق خراب بوده وسط جاده حال فعال. نعمت الله ماندگار، تلویزیون اصلاح هرات.